اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا کسی را که روز جزا را تکذیب میکند دیدی؟ فذلك الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. این همان کسی است که یتیم را با اهانت میراند و به طعام دادن به محتاج تشویق نمی کند. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون. پس وای بر آن نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، آنانی که ریا می کنند و سامان مورد نیازمندان را از ایشان دریغ می دارند. صدق الله